در قرارگاه سازمان ملل متحد واقع در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا، سامیت هدف‌های رشد استوار تحت عنوان سفربر نمودن مالیه و سرمایه‌گذاری، اینچنین واسطه‌های تطبیق هدف‌های رشد استوار برگزار گردید. در کار همایش دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، راهبران دیگر دولت‌ها، کارشناسان بین‌المللی، نمایندگان ساختارهای سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی اشتراک کردند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سامیت هدف‌های رشد استوار با نطق پرمحتوا برآمد نمودند. ضمن سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان اید به دریافت راه‌های حل مشکلات مبلغ‌گذاری، برطرف کردن عامل‌های تأثیربخش آن بر رشد کشورها و دیگر مسائل‌های مبرم روزنامه سامیت اندیشه‌رانی کردند. تأکید گردید که امروز جامعه جهانی باید واضح درک نماید که موضوع مبلغ‌گذاری برای رشد از عامل‌های مهم روند نائل گردیدن به هدف‌های رشد استوار محسوب می‌یابد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضرور شمردند که در رابطه با واقعیت فعلی جهان معاصر، ساختار نظام بین‌المللی مالیوی تجدید گردد. کشورها را ضرور است که سیاست مسئولیتناک پولی و قرضی را راه‌اندازی کرده، هماهنگسازی سیاست ماکرواقتصادی را تقویت بخشند تا که برای کشورهای رو به ترقی، کم ترقی و جزیروی جهت تطبیق روزنامه 2030 فضای مساعد بین‌المللی فراهم آورده شود. اظهار داشتند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از تدبیرهای حکومت مملکت یادآور شده ابراز داشتند که تاجیکستان جهت رفع عاقبت‌های مشکلات مالیوی و اقتصادی و استفاده همه‌جانبه اقتدارهای موجوده به مقصد تأمین نمودن رشد باثمر اقتصادی تدبیرهای علاوگی اندیشیده به خاطر توسعه امکانیت‌های مبلغ‌گذاری بخش اجتماعی تلاش می‌ورزد. به اندیشه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در برابر روانه کردن مبلغ‌های داخلی، فراهمسازی شرایط بین‌المللی مساعد برای افزایش استحصالات جهت نائل شدن به هدف‌های رشد استوار نقش مهم می‌بازد. برای مساعدت فعال کشورها جهت رشد ضرورت بیشتر نمودن حجم کمک‌ها مهم است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که ما با در نظر داشت خطر و تهدیدهای معاصر از عمل‌های مخصوص که بر رشد روانه شدند جانبداری می‌نماییم. پیامدهای منفی خطر و تهدیدهای معاصر و عاقبت‌های منفی تغییرآبی اقلیم جهت نائل شدن بر رشد استوار مانع جدی ایجاد می‌کنند. از این رو سرور دولت محترم امامعلی رحمان اندیشیدن تدبیرهای ثمره‌بخش را در سمت کاهش دادن تأثیر این عامل‌ها و متحدسازی کوشش‌های کشورها در سطح منطقوی و بین‌المللی ضرور شمردند. Give the floor to His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan. محترم جناب دبیر کل سازمان ملل متحد، محترم راهبران هیئت‌ها، خانم‌ها و جنابان، امروز جامعه جهانی باید واضح درک نماید که موضوع مبلغ‌گذاری برای رشد از عامل‌های مهم روند نائل گردیدن به هدف‌های رشد استوار محسوب می‌یابد. همچنین کشورها را ضرور است که سیاست مسئولیتناک پولی و قرضی را راه‌اندازی کرده هم آهنگسازی سیاست ماکرواقتصادی را تقویت بخشند تا برای کشورهای رو به ترقی جهت تطبیق روزنامه 2030 فضای مساعد بین‌المللی فراهم آورده شود. امروز حکومت تاجیکستان جهت رفع عاقبت‌های مشکلات مالیوی و اقتصادی و استفاده همه‌جانبه اقتدارهای موجوده به مقصد تأمین نمودن رشد باثمر اقتصادی تدبیرهای علاوگی اندیشیده و خاطر توسعه امکانیت‌های مبلغ‌گذاری بخش اجتماعی تلاش می‌ورزد. ما چنین می‌شماریم که در برابر روانه کردن مبلغ‌های داخلی فراهمسازی شرایط بین‌المللی مساعد برای افزایش استحصالات جهت نائل شدن به هدف‌های رشد استوار نقش مهم می‌بازد. تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری که عامل‌های اساسی رشد استحصالات میباشند باید تقویت یابند و به روند انتقال تکنولوژی‌های نوی از جهت اکولوژی استوار مساعدت کنند. پیامدهای منفی خطر و تهدیدهای معاصر و کوشش‌های ما جهت نائل شدن به رشد استوار مانع جدی ایجاد می‌کنند، بخصوص عاقبت‌های منفی تغییریابی اقلیم که
در دوام 10 ساله آخر بیشتر به نظر می رسند مثالی واضح این گفته هاست. در نتیجه تغییر آبی اقلیم افزایش یافتن خطر آفت‌های طبیعی و آسیب پذیری اهالی از آن در تاجیکستان یکی از مشکلات جدی در راه نهایی شدن به رشد استوار می باشد. علاوه بر این طی 10 سالهای آخر به طور نظررس آب شدن پیرک‌های تاجیکستان مشاهده می شود که پیامد آن برای تمام منطقه نگرانی کننده است. مسلم است که اندیشیدن تدبیرهای ثمره بخش در سمت تغییر آبی اقلیم متعهدسازی کوشش‌های ما را در سطح منطقوی و بین المللی تقاضا می کند. البته گزارش بر رشد اقتصادی سبز سرمایه‌گذاری‌های نظررس را برای رشد انفراستراکچور و استحصال انرژی سبز از منبع‌های برقرار شونده طلب می کند. در این سبب جمهوری تاجیکستان برای همکاری مؤثر با شریکان رشد آمادگی خویش را اظهار می دارند. تشکر.